سلام دوستان، من کیان زاکری هستم. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال من. امروز اومدیم چند تا از کارت‌های خیلی کمیاب کیمدی فوتبال رو بررسی کنیم و ببینیم چه دیتیلی روشون زده. کارت شماره 1 کارت 8 نوروزیه. پایین صفحه شما میبینید که یه سری از نمادهای نوروز 404 هست. بالا سمت راست نوشته نوروز 404 به نماد سال جدید. سمت چپ بالا هم نماد همیشگی کیمدی فوتباله و اینجا شما بازیکن‌های خیلی خوبی می‌بینید، مثلا زلاتان ابراهیموویچ، لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، ریکاردو کالافیوری، پابلو آیمار، ایسکو و خوان سباستیان ورون. اینا نمادهای خاصی دارن هر کدوم. مثلا میگم رونالدو و مسی نماد رستم و امیر کبیرن به ترتیب. حالا بریم پشت کارت بررسی کنیم. پشت کارت کیمدی فوتبال همیشه نوشته QR کد همیشگی هم هست. خودشو زدم، الکی تلاش نکنید. اونجا هم که به نماد سال 404 نوشته نوروز 404. این بود از بررسی کارت 8 نوروزی، کارت بسیار شیک و قشنگ. کارت بعدی کارت لیونل مسی هست که اینم بازی کارت نوروزیه. اینجا نماد کشورش آرژانتینه، اینجا تیمش، اینجا نماد 1404 اوورالشه، بقیه هم که صده. اینجا هم دوباره نوروز 404 رو داریم. این قسمت دوباره آرم کیمدی فوتبال رو شما میبینید. این قسمت دوباره آرم کیمدی و که هم پشت کارت شما بود. حالا بریم سراغ اصل کاری که اصلا ویدیو رو براش گرفتم. ببینید دوستان، شما اگه یه درصدی مجله کیمدی بخرید، حالا نمیدونم واسه همین مجلات یا نه، من مجله صورتی سفارش دادم. اگه خیلی خوش شانس باشید این کارت اینجا میاد، کارت کلکسیونر حرفه‌ای کیمدی فوتبال با یه امضای مخصوص که مال شرکت کیمدیه. اینجا شبیه استادیومه، شبیهش کنه خود یه استادیوم. اینجا هم نوشته کیمدی فوتبال 2025. پشت کارت نوشته رفیق تو با وارد کردن این کد در گیم موبایلی کیمدی فوتبال میتونید تو قرعه کشی‌های خاص اختصاصی مجله کلکسیونی کیمدی فوتبال شرکت کنید و برنده جوایز این مجله بشی. من اینو حالا وارد کردم، ان شاءالله که برنده میشیم. خب مرسی که ویدیو رو دیدین. این بود از ویدیویی که برای بررسی کارت‌های کیمدی گذاشتم. حتما لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید. با عرض تشکر از شما.